مادر زیاد است یا حق شوهر؟ بلند جواب بگوین. حق شوهر. حق شوهر که بالاتر است. شما کدام روز در روی پدرتون استاد شده کدام گپی بعد پدرتون زدین؟ زده میتونین؟ نمیتونین. وقتی که حق شوهر بالاتر از پدرتان هست، چطور در برابر شوهر استاد شده پدرش دشنام میتین، مادرش دشنام میتین، خواهرش دشنام میتین؟ ببینین پامال کردن 100 مرتبه به خاطر یک لب شیرین، به خاطر یک کالا، به خاطر یک خانه برادر مرا نماندی، خانه پدر مرا نماندی، در فلانی عروسی مرا نماندی، امروز تو ما گوشت گفته بودم گوشت ناوردی، امروز گندنه گفته بودم گندنه ناوردی، امروز ما فلان چیز گفتم تو ناوردی. تمام گرمی های خانواده را، تمام محبت خانواده را به خاطر یک دو دسته گندنه در هم و بر هم زده ای زن، در هم و بر هم زده. در حالی که الله جل مجدود در قرآن میگه الرجال قوامون علی النساء، خدا مردان را قوام جور کرده. قوام چی معنی؟ سرپرست زنها، یعنی مردها حاکم زنهاست، مردها آمرن، مردها رئیسن. این به این معنا نیست که به زنها توهین شده باشه. حق شما را باز براتون میگم، شما هم خیلی حق دارین، توهین نشده، بلکه شما را عزت داده اسلام. شما ببینین باردیگارد ارزشش بالاست یا قماندان؟ بلندتر. قماندان. پس الله مردا را باردیگارد زنها قرار داده. چقدر جایگاه دارین شما؟ برای مرد اسلام میگه از زن نگهداری بکن، شب نگهداری بکن، روز نگهداری بکن، متوجه زن باش، صحت زن را متوجه باش، شکم زن را متوجه باش که گرسنه نمانه، بدن زن را متوجه باش که لباس داشته باشه. باردیگارد است. باردیگارد چرا مرد خدا توانمند و قوی جور کرده، او با جسامت و زوری که داره میتونه از زن خود دفاع کنه، میتونه از زن خود دفاع بکنه. پس در حقیقت توهین به زنها نیست که خدا حق مردا را چرا قدر زیاد کرده. مادر گرامی، امروز هر بدبختی که در میان خانواده ها هست، اگر شوهر دلش از زن کنده شده، دم تماس میگیره مولوی صاحب من از این زنم خوشم نمیاد، چند مرتبه طلاق کردیم یا خانه نمیره. چرا طلاق بکنه؟ به این خاطر که زن به خدا نیست، نتونست دل شوهر به دست بیاوره. چرا کسی که در زندگیش خدا نبود دل شوهر نمیتونه به دست بیاوره؟ پدر مادرش هم یاد میته اگر شوهرت به تو یک کلمه گفت تو دو کلمه بگو، باز کم نبیایی، تو باز تو در برابر شوهرت کم نشی. اگر خشوعت یک تا گفت تو 3 تا بگویی، اگر خسرت یک تا گفت تو